بهر بولیدگی هر یکی ما و شما قصه میدیا تقدیم میکند. به نام خداوند بخشنده مهربان. قصه پندآموز دو برادر. سالها دو برادر با هم در یک مزرعه‌ای که از پدر برایشان به ارث رسیده بود زندگی می کردند. یک روز به خاطر یک مشکلی کوچک با هم کم اختلاف پیدا کردند. بعد از چند هفته سکوت اختلاف آنها زیاد شد و از هم جدا شدند. یک روز صبح در خانه برادر کلانی تق تق شد. وقتی که در را باز کرد مرد استا را دید. استا گفت من چند روز است که دنبال کار می گردم. فکر کردم که شما کارهای میده چویده در خانه و مزرعه داشته باشید. آیا امکان دارد که کمکتان کنم؟ برادر کلانی جواب داد بله، اتفاقاً من یک مقدار کار دارم. به آن کانال که در وسط مزرعه هست نگاه کن. آن همسایه در حقیقت برادر خردی من است. او هفته گذشته چند نفر را آورده بین زمین من و خودش این کانال را ساخت تا به این واسطه کینه ای را که در دلش نسبت من دارد آشکار نماید. سپس به انبار اشاره کرده گفت من در انبار چوب و تخته و دیگر مصالح ساختمانی زیاد دارم. از تو میخواهم بین زمین من و برادرم دیوار بسازی تا دیگر روی او را نبینم. استا پذیرفت و شروع کرد به اندازه‌گیری و اره کردن چوب و تخته ها. برادر بزرگ به استا گفت من برای خرید به شهر می روم. اگر وسیله نیاز داشته باشی برایت بخرم. استا در حالی که به شدت مشغول کار بود جواب داد نه، چیزی لازم ندارم. هنگام غروب وقتی که کشاورز به مزرعه برگشت از تعجب نزدیک بود از هوش رود. هیچ دیوار در بین نبود. استا به جای دیوار یک پل روی کانال ساخته بود، یک کپروک ساخته بود. کشاورز با عصبانیت رو به استا کرد و گفت مگر من به تو نگفتم برایم دیوار بساز؟ در همین لحظه برادر خردی از راه رسید و با دیدن کپروک فکر کرد که برادرش دستور ساختن آن را داده است. از روی پل گذشت و برادر کلانیش را در آغوش گرفت و از وی برای کندن کانال و اشتباهش عذرخواهی کرد. وقتی که برادر بزرگتر برگشت نجار را دید، یعنی استا را دید که تمام مصالحش را جمع نموده قصد رفتن دارد، کشاورز نزد او رفت و بعد از تشکری های زیاد از وی خواست چند روز مهمان او و برادرش باشد. استا گفت دلم خیلی میخواهد بمانم ولی کپروک های زیادی هست که باید آنها را بسازم. اینک رسیدیم باز به پایان یک قصه دیگر. دوستان عزیز، برادران و خواهران عزیزم، قضاوت به خود شمایان. آیا ما هم می توانیم در زندگی پل‌های بسازیم یا نه؟ فکرهای خود را در زیر ویدیو بنویسید دوستان عزیزم و از شما خواهش کرده می شود که ویدیو را به دیگر دوستانتان بفرستید. با شما بودم بنده عبدالله. یکایک شما را از برای الله پاک دوست می دارم. خدا یار و مددگار ما و شما باشد.